خب مهنا خانم قنبری خیلی خوش اومدین. سلامت باشین. بفرمایید یه سلام علیک بکنین. سلام و عرض ادب خدمت همه اساتید گرانقدر، مجری گرامی و حضار عزیز. شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت میگم. مهنا قنبری هستم، 14 ساله، حافظ کل قرآن کریم از استان گیلان. ماشاءالله حافظ کل قرآن. بله. به نظرم بی مقدمه اساتید بپرسن تا بریم سراغ کار. من سوال مفهومی میخوام بپرسم. مفهومی جواب میدین مهنا خانم؟ بفرمایید. اصحاب موسی گفتن به موسی وقتی که همدیگر دیدند گفتن که ما گیر افتادیم. آره دیگه گیر افتادیم، هیچ راهی نیست. هیچ راهی نیستی. موسی هم گفت هرگز. صفحه 370 قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله اعتماد به سنن الهی یعنی این فلما تراءى الجمعان، یعنی وقتی که دو تا جمع هم دیگه رو دیدن دیگه، یعنی انقدر نزدیک شدن به هم. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گفتن گیر افتادیم. لمدرکون گیر افتادیم. اعتماد حضرت موسی به خدا این بود که گفت قال کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز این اتفاق نمیفته، خدا با من یک هدایتی میکنه، ما بالاخره به مو میرسه، پاره نمیشه. ما این میشه اعتماد به وعده های الهی. استاد رضوان، من اینجا یاد یه لطیفه هم افتادم. الان آقای حضرت آیت الله مجتهدی میفرمودن که خدا رحمتش کنه، میگفتن که اگه یه سگی به شما حمله کرد بخونید و کلبهم باسطون ذراعیه بالوصید. حالا ترجیحاً برای اینکه سگی ممکنه عربی هم بلد نباشه یه چوبی کنارتون باشه. این الان گاهی آقا ما هم اعتماد داریم به سنن الهی، اون چوبه رو اون بغل دیگر می‌داریم. بله اینجوری نمیشه. این چیکار باید بکنیم الان؟ یعنی دیگه بسپاری به خدا دیگه، بسپاری به خدا. یعنی اتفاقا اون چوبه رو بغلتون نذارین دیگه. چوبه رو نذاری دیگه، چوبه رو نذاری. ان شاء الله که حافظ قرآن باشی اون لحظه. آره. حالا آیه رو ندونی چیکار؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واصطنعتك لنفسی. به به واصطنعتك لنفسی. صفحه 314 سوره مبارکی طه. به اول صفحه اذ اوحینا، آخر صفحه قال فما بال القرون الاولى. یه خورده آقایون مثل که دست کم گرفتن. حالا نفر ببینیم. اول مسابقات بین المللی حفظه تو دنیا اول شده مهنا خانم. اینجوری بپرسین. سوال کردن دیگه نداره. اینجوری نه، بپرسین. آقا سوالات سریع بپرسید. بله بفرمایید. سریع. تفضل. خب عزیزانی که اینجا هستن آماده اید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه آیه میخونم میگی بعدیش چیه، صفحه بعدیش. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. لا يستوي القاعدون. بعدی. وإذا كنت واستغفر الله لا خير في كثير والذين آمنوا. بذار حسنین برسه. بذار من برسم. خب بعدی والذین آمنوا. وإن امرأة. نعم. يا أيها الذين آمنوا. نعم. الذين يتربصون. نعم. لا يحب الله. خب همین صفحه آخرش چیه؟ ورفعنا فوقهم الطور. صفحه بعدی اولش فبما چیه؟ نقضهم ميثاقهم. آخرش چیه؟ لكن الراسخون في العلم. الله 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 الله. ماشاءالله. بپرس حسنین، بازم بپرسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم. صفحه چند؟ صفحه 178. خب بعدی چیه؟ فلم تقتلوهم. بعدی. واذكروا اذ انتم. خب صفحه بعدیش آخرش چیه؟ وما لهم الا، آخرش وان تولوا. خب صفحه بعدی آخرش چیه؟ یا ایها الذین. خب الان صفحه چنده؟
182. 10 صفحه بریم جلوتر. بریم صفحه 192. خب اولش یریدون ان یطفئوا. آخرش چیه؟ این عدت الشهور عند الله. بعدی انما النسیء زیاده. آخرش الا تنصروه ماشاءالله فقد نصره ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. یا یه سلام. همچین مهمونایی براتون میارم. رادیکال خدا 81 وکیل. یا عقب چند میشه؟ خب از جای دیگه بپرسم. و تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه. صفحه چند؟ 268. خب صفحه قبلش الذين جعلوا صفحه القرآن قبل. عظيم. قال هؤلاء صفحه بناتي قبل إذ دخلوا عليه قبل. قال يا إبليس قبل ولقد أرسلنا. خب قبلش بسم الله ما هم الرحمن نمیتونیم الرحیم برسیم، الف آره. لام را. حالا خدای احسن. خودت پیدا کردی اینا رو همجوری. همشونه. خب سلامتیش یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نکته ای رو من عرض بکنم که خیلی مهمه. الان پدر مادرها مهنا خانوم رو دارن میبینن، شما حضار دارین میبینین. شاید توقع بالایی باشه که بچه ها به این سطح برسن، اما یه کار میشه کرد، اونم اینه که با موضوعات مختلف قرآن یاد بدیم به بچه هامون. حفظ موضوعی شاید به سختی حفظ کل قرآن نباشه و برای همه شدنیه. دقیقاً این حفظ کار سختیه واقعا. کار سختیه. خیلی. ولی حفظ موضوعی 200-300 آیه رو من از عزیزان- اقل شروع کردم. بله. این ماه رمضان 10-20 میشه اصلا بله. یه فصلی گرفت برای حفظ و موضوعی. به خصوص حفظ موضوعی مستقیما میره رو مفهوم میشینه. یعنی احسن. شما از ابتدا با مفهوم داری حفظ یه می‌کنی. مثال بزنین آقای قاسمیان. مثلا شما میگن آقا مسجد. خب شما وقتی میگن مسجد شما میگی که خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا. انما یعمر میگن مساجد الله. انما یعمر مساجد الله. میگن لمسجد اسس على یعنی چندین آیه راجع به مسجد. شما میگی نماز، میگه حافظوا علی الصلوات و الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. چندین آیه راجع به نماز. این راجع دیگه به- برای هر کسی تو هر سطحی تو هر طبقه شدنیه. شدنیه. الان خود جناب آقای قاسمیان شاید اگر جای ایشون بشینه نتونه اینجوری جواب بده. بله. قطعا نمیتونه. البته اینکه حفظ پلاسه، یعنی بله از این که حفظ واقعا اصلا یه چیز ویژه دیگه است. است. بله. اما هر موضوعی رو ما در موردش بحث میکنیم ایشون براش آیاتشو پیدا شاهد می‌کنه. مثال قرآنی داره این نوع حفظ اصلا همیشه توصیه شده. و به کار میاد. بله، و چون بحث مسابقات پیش اومده و گزینش بهترین حافظ، خب وقتی یه حافظ لازمه که بره اونجوری هم حفظ بکنه، ولی اون چه که جامعه ما نیاز داره این نوع حفظ موضوعی و اینکه یه نفر بتونه سر به زنگ‌ها و در زمان خودش از آیات استفاده کنه. خب خیلی ممنونم. انشالله که سلامت باشین زیر سایه امیرالمومنین. سلامتی خانم مهنا قنبری، پدر و مادر عزیزشون هم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.